أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه في كل لمحة ونفس عددهم ووسع علم الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآنه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظیم. و کیست نیکوتر به اعتبار سخن از کسانی که دعوت میکنند مردم را به سوی الله جل جلاله و خود عمل صالح میکنند و باز میگویند که ما از جمله همین مسلمانان هستیم. یعنی پیامبران علیهم السلام به ذریعه معجزات و علما به ذریعه علم و مجاهدین به ذریعه شمشیر و مؤذنین به ذریعه اذان در تحت همین آیتی که بهترین سخنگوها کسانی هستند که دعوت میکنند مردم را به سوی خدا و خودشان عمل صالح میکنند داخل میشوند ان شاء الله تعالی. و قال اننی من المسلمین دو مطلب داره. یک مطلبش این است که باید انسان مسلمان به مسلمان بودن خودش افتخار کنه، یعنی فخر کنند که خداوند مرا از جمله همین عقلا، یعنی از جمله همین انسان‌های با عقل و خداشناس و اسلام شناس خلق از مسلمان خلق کرد. باید که انسان یعنی که به مسلمان خودن خودش فخر کنه که از جمله گاو پرستا و آفتاب پرستا و بت پرستا و عیسی پرستا و هرچی پرستا خلق نکرده است. من از جمله عقلا که در کجایی که یا ایها الذین آمنو میه مفسرین میفرمایند که خداوند برای کسانی که عقل دارند خطاب کرده است که ای کسانی که عقلا، یعنی عقل دارید شما. و کسی که خدا را یعنی که باور نداره و ایمانی به خدا نداره، او انسان معلوم است که هیچ عقل در وجود، اگر چندی که او عالم دنیاوی هم باشه، یک گاو در برابر یک گاو سرخم میکنه، یا در برابر آفتاب، یا در برابر شیطان، یا در برابر یک چیزی که به دست خودش یعنی او را ساخته است، شعورش نمونده است که در برابر همون سجده میکنه. و دیگه مطلب این است که قال ایننی من المسلمین، از جمله مسلمانان هستیم که به سببی که مردم را نصیحت میکنه خودش از دیگران بالا باید ندونه، یعنی خودش برابر همین مردم عادی بدونه، تکبر و غرور نداشته باشه. جهان برادر نماند به کس دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک و فرمان و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. بگه انسانی که به سوی خدا بازگشت دارد، چی در روی تخت بمره یا چی در روی خاک همش برابره دیگر، به مرده های چند هزار سال ها دیگر برابر میشه. و مثل دنیا میگم مانند یک دهقان است که از مزرعهش یک دری قیمت بها می آورد و پیش پادشاه میره، میگه همین دری منه، به یک پلکی در معاملات هست ایواز که میگه پادشاه میگه همون دری قیمت بها را از دست دهقان میگیره و میگه در همین خزینه من 1 ساعت مهلت 60 دقیقه چیزی که دلت میخواه بدرو از یعنی چیزهای همین درون قیمت بها بگی برای خود، در بدل همین دری که بسیار قیمتش بلند است. دری قیمت با از طلا و از همه جواهرات بلنده، 60 دقیقه مهلتش میتیه و انسان میدره میگه یعنی که همو زرق برخی همو چیزهای درون او را به خودش مغرور مینه. میگه یک تماشا کنیم. تماشا که مینه میگه در بالای همو کرسی مینشینه، میگه خوابش میبره. مدتی 1 ساعتی که مهلت گرفته است برای جمع کردن، برای گرفتن برای خودش پول و پیسه، خوابش میبره. میگه بعدی 1 ساعت خدمتگارا میدونن که خواب است، میبرانش. میگه بعد پادشاه میگه چی گرفتی؟ میگه یگون چی گرفتی؟ نگرفتی. میگه برای چی نگرفتی؟ آخه 1 ساعت خیلی مهلت است، 10 دقیقه میگرفتی، خیلی چیز میگرفتی در بدل این چی. شرط ما میگه که همین بود. میگه آخه در یعنی که مغرور شدم، سرخ سفید و این چیزا را دیدم،
در حیاتم دیدگی نگود، در تماشای ما مغرور شدیم دیگه نشید. خیلی دیدی ندیدی گفتم میبرن از دربار پادشاه، میگه او را جوابش میتن، میگه که شرط ما همین بود که تو باید یگانشو میگرفتی، نگرفتی تمام، شرط تمام. ببینیم پس صاحبای کتاب میگن که همون دهقانی که در اوجا مزرعه داشت و طلا یافت، میگه همون دهقان بنده مؤمن است. او پادشاه او را مهلت داد، خداوند است، میگه او چیزی قیمت بها، میگه قیمت امر ما و شما است. یعنی قیمت امر ما و شما از همون دو قیمت بها هم زیادتر قیمت دارد. و او 60 دقیقه 1 ساعتی که مهلت داد، 60-70 سال امر ما و شما است که ما را خداوند در این دنیا یعنی خزینه خودش مانده است که از صحابه چیزی میگیره. فردا که در گور رفتیم باید ما و شما بعد میفهمیم که چی چیز ما از این دنیا از این خزینه پروردگار برداشتیم یا نبرداشتیم. برای همون مانند همین دهقان نباشیم که ما را دیگه از دروازه بیرون کنن، هیچ توشه برای بردن نداشتیم. او خزینه میگه همین دنیا است، این دنیای ما و شما. خداوند در آیات میفرماید استعجب بالله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. خداوند میگه ملک الموت را که ما برای شما موکل کردیم، شما را هر آینه میمیراند. آن که برای شما موکل میمیراند، بعد آن میگردید به سوی پروردگارتان. در اون روز میگه میبینی گناهگارا و مجرمین که سرهاشو خم در نزد پروردگارشو، در نزد پروردگار سرها خم از شرم و حیا، میگن پروردگارا ما اکو دیدیم، اکو فهمیدیم، اکن باور کردیم که قیامت هست، یعنی در اون روز دیگه فایدهشو نداره. ما را بگردون به دنیا که عمل صالح کنیم. آرزو میکنن که 1 ساعت هم دیگه خداوند اونها را باز نمیگردونن به سوی قفا، یعنی 1 ساعت هم دیگه باز به سوی قفا نمیگردونشون همونها، یعنی افسوس و یعنی که حسرت میخورن که دیگه هیچ فایدهشو نداره. میگه هر روز پیامبر نشسته بودن که یک شخص گذشت، اصحاب پرسید که این کی است؟ گفتن صحابگان که این یک دیوانه است. گویی را دیوانه نگه، این کسلی است. دیوانه کسی است که آخرت در برابر دنیاش فروخت است، یعنی دنیا را اختیار کرد. هر یک یعنی که چی راحت و چی چیزی باشه در همین دنیا گفته دنیا را اختیار کرده است، آخرت از دست داده است. همین انسان گفت انا او دیوانه است. و پیامبر حدیث دارن که کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا. قال یا رسول الله ما ابا؟ قال من اطاعني دخل الجنه و من عصاني فقط ابا. گفت همه امتی من خدا برای جنت خلق کرده است مگر کسایی که خودشون نمیخوان. گفتن که یا رسول الله کی نمیخواد جنت؟ همه البته جنت هم میخوان. گفت کسی که من پیروی میکنه او داخل جنت میشه، کسی که پیروی نمیکنه خودش نخواسته از جنت رفتنه. یعنی کسایی که اگر از دنبال پیامبر صلی الله علیه و نباشن و پیروی پیامبر نگیرن، پیشوا ندونن، اونها خودشون نخواستن جنت رفتنه، یعنی خودشون نخواستن که جنتی جاودانی برن، دوزخ اختیار کردن کسایی که نافرمانی پیغمبر کردن. سعدی میفرماید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. میگه ابر و باد و مه و خورشید و همه این موجودات عالم میگه برای خدمت برای تو مانده است خداوند، که برای تو خدمت کنند. و این انصاف نیست که تو اونها را استفاده میبری از تمام نعمتهای پروردگار رو، لکن فرمان خدا و رسول رو نمیبری، یعنی که فرمان برداری نمیکنی. به همین خاطر کسایی که از دنیا میروند، این یعنی که زندگی هم یک غنیمت گفته است پیغمبر خدا. 5 چیز غنیمت گفته است. یکم حیاتک قبل موتک، یعنی که زندگی دنیا را پیش از مردن باید ما و شما غنیمت بدونیم که در اونجا که رفتیم دیگه هیچ عمل از دست ما و شما نمیاد. اونجا جای عمل نیست، اونجا دیگه جای مکافات است. نفس های همه ما و شما در اون دنیا ملامت کننده نفسی لوامه میگردن که کسایی که پیروی کردن عبادت کردن میگفتن که کاش که ما افزوده میگن زیاد میکردیم عبادت ها را، پشیمانن. و کسایی که هیچ فرمان نبودن او میگن کاش که ما یک کاری میکردیم که در این دنیا ثواب
آزادی میشد. برای همون میگه پیامبر که الموتا تبلون علی اربع حسرات، مرده ها به 4 حسرت در روز قیامت مبتلا هستند. یکی میگه یرون الثواب به عمله ولا یقدرون علی عمله، یعنی میبینن یعنی ثواب های عمل شو در اونجا که درجات و درجات بهشت بالا هستند، لکن افسوس میخورن که دیگه عمل کردن اونجا نیست، فقط اونجا مکافات عمله. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بیروید جو ز جو. در اینجا اگر گندم یعنی که نکاریدی در اونجا گندم نمیگیری، گندم کاریدی گندم میگیری، جو کاریدی جو میگیری. به همین خاطر یعنی که در همین دنیا فکری آخرت کردن، یعنی که از دنیا مزرعه الاخرت، دنیا جای زراعت کردن به خاطر آخرت است. دیم حسرت چون میگه یرون عقوبت الذنوب ولا یقدرون علی توبتی، میبینن که در برابر گناه ها خداوند عذاب میتیه انسان ها را، نه که در اونجا افسوس میخورن که دیگه توبه کردن نمیتونن، دیگه اونجا جای توبه نیست. و یرون المال فی ید العدو ولا یقدرون علی صدقته، و میبینن میگن مالهاش و در دست دشمناش. و این دشمن برای چی میگن؟ برای ورثه دشمن. وقتی که مال تو را میراث میبره، او به خاطر یعنی که ثواب برای تو برسه گفته یگان چیز دیگه صرف نمیکنه، او در زندگی خودش دیگه جیب میگیره و دیگه خونه میگیره و دیگه کتگی نمیگرده. برای اون میگه که میبینن دشمناش یعنی ورثه‌هاش و در اون دنیا که رفتن مالاش و در دست ورثه‌هاشون، لکن صدقه کردن دیگه علاج ندارن، دیگه این افسوس میخورن که کاش که پیش از مردن ما در راه خدا خرج میکردیم که امروز در اینجا میافتیم اونها را. آخران میگه یرون الخصمان ولا یقدرون علی ارضائهم، میبینن کسایی را که در دنیا آزار دادن یعنی که به عذر آنها را ظلم کردن، میبینن اونها را نه که در اونجا راضی کرده شو نمیتونن دیگه. به همین خاطر همین حسرت ها را انسان های مرده یعنی که چیکار میکنن؟ حسرت میبرن که کاش که ما در دنیا یعنی که ثواب زیاد میکردیم و از گناه ها توبه میکردیم، مال ها ما در راه خدا صدقه میکردیم و خصمان و کسایی که با ما یعنی که خصم بودن ما اونها را باید در همون دنیا راضی میکردیم. گفته همین را آرزو میبرن. و حدیث دیگر است که لا تزال قدم عبد یوم القیامت من عند الله حتی ان یسأل عن 40، یعنی قدم انسان از جاش حرکت کردن نمیتونه در روز قیامت از نزد خداوند چون تا که 4 سوال پرسیده میشود. عن عمره فیما افناه، از این عمر قیمت بهای ما و شما که در کجا این عمری با برکت 60 70 سال یا 80 100 سال در کجا صرف کردی؟ یا در عبادت خدا صرف کردی یا که در بیهودگی غافلی از خدا غافل بودی؟ چی بودی؟ گفته سوال میکنه از عمر. و عن شبابی فیما ابلاه، از نوجوانی هم پرسیده. این نوجوانی هم بسیار نعمت بزرگ است که کارهایی که در جوانی میتونی هرگز در حالت پیری نمیتونی. یعنی در جوانی عبادت زیاد میکنی، طاعت دور میبره، خب میتونی کار کنی، از او معاش صدقه کنی برای فقیرها، هر کار اینها را یگان شد در حالت پیری نمیتونی. در که نماز بزور شیشتگی میخونی دیگه. به همون خاطر نماز ها مونن در حالت یاشی، در جوانی توبه کردن میگه نشأه پیغمبری. در جوانی توبه کردن بسیار فضیلت بزرگ داره. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، صوم از مالت میپرسد در اونجا، تا که اگر از اینها نپرسد تو جواب نمیشه. از مالت میپرسد که از کجا مال کمایی کردی و یافتی، یعنی که از کجا پیداش کردی و در کجا در کدام راه صرفش کردی. از کجا یافتی فقط نمیپرسن، در کجا صرف کردی را نپرسن، هر دش میپرسن که از کجا یافتی شو مال، از حلال یافتی و از حق مردم گیری، در ترازو زدی، در متریال زدی، در اگون مردم فریبی کردی، رشوه گرفتی، حرام گرفتی از مردم. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، میگه پیغمبر، حلال نیست مال انسان مگر با اگر روزگی خودش مالش بگیری. او را ظلم کرده باشی یا که رشوه گرفته یا فریبش کرده باشی، از این مال در اونجا میپرسند. اگر با او صدقه کرده باشی، او صدقه هم کشنده به سوی میگه آتش دوزخه، برای که از مال حرام صدقه قبول نیست نزد خداوند. ان الله یقبل من المتقین، خداوند از آدمای پرهیزگار، از آدمای پاک قبول میکنه صدقه. و عن علمه ماذا عمل به، و از علم میپرسن که
یعنی خداوند تو علم ارزانی داد، علم گرفتی و چی عمل کردی در علم؟ یعنی یا عمل کردی یا که مردم فریبی کردی. علم به خاطری که مردم منو داملا بگن بالا بگذارونن، هر جا که رفتم پول و پیسم تیان گفته برای دنیا کرده باشی، او هم کشنده به سوی دوزخ است. و همین خاطر ما و شما دیگه در همین دنیا باید عمل کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که 4 موردی است که دعا قبول است و رحمت خداوند از آسمان سرازیر میشه. یکم میگه وقتی که خانه کعبه گشوده شود، وقتی خانه کعبه را در شب بگشایند، همونجا دعا قبول است، رحمت خدا باران میریزه. همون وقت دعا کردن در کار. دوم وقتی که میگه باران میباره، این وقتی که باران میباره پیامبر صلی الله علیه و آله سر ایلیج میکرد، طرف قبله دعا میکرد. در تی باران، وقتی باران در طور سرت میباره، طرف قبله میگردی دعا می هر دعای کنی ان شاء الله که موردی قبول دعا است. و سوم وقتی که میگه دو مسلمان به هم نکاح کرده میشود، یعنی که یک زن و مردی مسلمان به هم نکاح کردن، برای که نکاح یک چیزی است که انسان از حرام میگردونه. به همین خاطر در همون حالت دعا قبول رحمت خدا سرازیر است. چهارم وقتی که میگه فرزند به نظر رحمت شفقت به سوی پدر مادر نگاه کنه. نظر کردن به سوی پدر مادر بر رحم شفقت، این یک عبادت نوشته میشه در حق فرزند. جایی که مردم مادر و فرزند پدر مادر به سویش داد میزنن. به همین خاطر خداوند بعدی ذکر خودش میگه به پدر مادر نیکی کنید. به همین خاطر نظر کردن به سوی پدر مادر عبادت است، دعا قبول میشه و رحمت خدا در همه حالت سرازیر میشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. پروردگار همه ما را توفیق برای راست هدایت کنه و عاملی در دین بگردونه و گذشتگان ما و شما را به صاحب این سخنهای نیک غریق رحمت شایسته جنت. آمین یا رب العالمین.